این دین است. پشتون افغانستان دروازه های بسته پانتون و مکتب میخواید. دردی که امروز پشتون واقعی افغانستان داره این را درک نمیکنه. 4 پدر لعنت شیشته و یک سر پشتون گفته میره. پشتون دروازه های مکتب بسته کرده. پشتون دگیرش بیایی کت گنده کت کله دم دانش قط مشت میزنه. پشتون حقیقی که این کت کله که دگیرش بیایی اعدامش میکنه. تو به نظرت که تمام پشتون ها دست به هم دادن و دروازه های پانتون مکتب های خواهران خودشانه دختران خودشان آوردن بستن؟ تو احمق همی فکر میکنی؟ تو احمق همی فکر میکنی؟ با بسیار کثیفیت تمام، با بسیار سگ پرستی، با مو پدر رهبر تو هم لعنت، با مو پدر همو بچه رهبر تو هم لعنت، با مو پدر همو پخته شورای نظار لعنت، با مو پدر همو بنیادگذار شورای نظارت لعنت. دمو قبر ربانی شاشه کنم. کلی اینا کثیف بودن. ای دمو قبرت شاشه کنم ربانی، ای دمو قبرت شاشه کنم بنیانگذار شورای نظار، ای ده قبرت شاشه کنم بچه سقو، ای بمو پدرت لعنت وزیر تحصیلات عالی طالبا، ای بمو دینت لعنت که به مکتب بسته کردی. یکی او خلاص. تو فکر کردی که ما گرویده تفکری چی هستیم؟ یعنی قدر احمق خریم که هنوزم از این کت شکم بیناموس دفاع میکنیم در برنامه های خود؟ دختران پکتیکا را ندیدی که شیشتن و گریه میکردن که ما نسل ضعیفی هستیم، مکتب برو این باز بکو و کت پکله و پدر نالت مکتب ایلاکو نمیکدی نه؟ با مو پدر همو پخته لعنت که همو تو یک دینی را برای انداختی، دینی که از شکمهای گندی کثیف بوینا که شما بیرون میشه. این دین است، دینی که توسعه نمیپذیره، دینی که علم مباه میدانه. بعد پدر او دین لعنت، به مو پدرت لعنت. او دین به مو پدرت لعنت که علم مباه میدانی. او دین به مو پدرت نالت که مکتب بسته میکنی. او دین به مو پدرت نالت که اونمو پانتون بسته میکنی. او عالم دین ایمو زنت بیناموس شود. او عالم دین ایمو زنت بیناموس شود. او عالم دینی که قطع عبیب الله کلکانی خیستی امان لاخانه کشتی ایمو دخترانت فایشه شود. او به مو پدر همو وزیر لعنت که مکتب بسته میکنه. او هرچی که مو دشمن امان لاخان است ایمو خاندانش در بگیره. قهرمان ملی سپهسالار شهید غازی امان لاخان، هر کسی که بعد میبینه ای به مو پدر کلانش لعنت، ای به مو خاندانش لعنت. او به مو پدرم 7 حزب اسلامی لعنت، او به مو پدرت لعنت گلبدین، او به مو پدرت لعنت ربانی، او به مو پدرت لعنت مزاری، او به مو پدرت لعنت مجددی، او به مو پدرت لعنت می هر کرباسی که هستی. شما پدر لعنت آمدین دین خراب کردین. او پدر نالت ربانی، او مردگه و دخترایت امروز فایشگری نمیکنه امروز فایشگری. او پدر نالت ربانی، دخترایت نمیکنه فایشگری. او پدر نالت متقی، او پدر نالت وزیر تحصیلات عالی، او پدر نالت عباس استانگزی. دخترای فایشیتان در کشورهای غربی چکر نمیزنن. او استانگزی دخترت در قطر نیست، او بمو پدرت نالت نیست. امروز مکتب بروی ما بستی. پدر نالت تو چی رقم حکومت میکنی خیلی؟ او به مو پدرت قتم حکومتت لعنت، او به مو مکتبت لعنت، او به مو آیینت لعنت، او به مو مدرسهت لعنت، او به مو دینت لعنت که تو در این دین مکتب بسته میکنی. تو در این دین زن اجازه نمیدی که نفس بکشد. این خود زن تو بیران نیست وزیر صاحب. این مثل زن تو بیران نیست. این مثل زن تو نیست که از این خانه برای لنده پیدا کنه. این میایه که درس بخونه. کلاگیر مثل زن خودت فایشته فکر کردی؟ بیناموس.